جونکی خلا وای جونکی خلا وای بچه ایوا صاحب بچه شدی میمون تاکیس خلا برای تو که بچه همین دادی که زن میتی تو بیا بیا حتما سوزی خلا چی همین تو چیکار یاد بیا یکی خدا سالی گفت رنگی تو چیکار یاد گلبیبی عبدالخیرова آیا با آغوش گرفتن یک مرد بیگانه برای شما حلال است؟ این مرد نه بچه تایون نه شوهرت. با همین کارت از الله شر نداشتی؟ از مردم که شر نداشتی. این مرد سیاه پوست کی است که با او دست میدهی و با او نرم و شیرین صحبت میکنی؟ خداوند در قرآن کریم حتی نگاه کردن مرد و زنی نامحرم منع میکنه و زنان را از نرم و شیرین صحبت کردن با مردان نامحرم منع میکنه. تو باشی یک مرد بیگانه را با آغوش میگیری، نگاه کردن او سو بیستاکو. یک مرد بیگانه را مردک جان گفته با خنده و قهقه صدا میزنی. به همین خیل نوارهاتون چی را میخواهی به مردم نشون که شما با این خیل نوارهاتون به مردم نشون میتیه که با آغوش گرفتن یک مرد و زنی نامحرم گناه نیست. دست دادن به مرد بیگانه و مردک جان گفتنی او هیچ گپ ندارد، گناه نیست. والله قسم شما با این خیل نوارهاتون گور و قیامت خودتون میسوزونه. از الله بترسه. از من به تو یک نصیحت، سن و سالتان به جای رسیده، مردن حق است. همه همان کدام روزی میموریم. پیش از مرگ حتما یک وصیت‌نامه نوشتم که مبادا مردم تمام نوارهای مرا از شبکه ها پاک کنین. حتما همین خیل وصیت‌نامه را بنویسته تا اینکه بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت نشود، چون که خداوند آثار عملهای نیک و بد انسان را می نویسه و جزا و پاداش آن را هم می دهد. این خیل نوارهای حرام شما آثار عملهای بد شماست که بعد از مرگ هم باقی می ماند. پس کمی در فکر آخرت خود باشه.